صدا خیلی دور هم میکروفون. نمیگم راه تمام بزن نزدیک برم تو شونه یارو. برادر درست صحبت. ببخش کلمه برادر خیلی خوبه. بچه ها دارن لایو میگیرن آخه. کی بود گفتی تو؟ اوکی لایو هم نیست ولی علکی شلوغش کردم. جلوخ نگو. کروز کن چیزی نه کروز کن. جلوخ میه. جلوخ خوبه. نگو خروجی کنه. سمت شاید نصف حرف میزنن. نصف کنم یه جا دیگه دارن حرف میزنن یه طرف دستش میره دکمه میره حرف میزنه جوابشون میده. ازای میری راست. این حرکتی حساب میزنه. همون تو تیم اسپیک دارن حرف میزنن یهو مایکو میگیره داخل یه این جواب میده. من رو افتادم. چیکار میکنی؟ یا اول فقط چیکار میکنی؟ راست میگه گز رو نمیزدیم تو رو. آره الان دارم میام. اون من نبودم حقیقتا ام پی سی بود. یه پسی بهم زدی با در کنه باره چطوری عوض حاجی بارو یه دونه سایز کوچیک گرفتم. ماشین انگار نمیسانه. سرعت 40 تا شدی قبول نی. 2 تا راه بستیم. یکی نم از سفر ازت بگیرم. پشت سر تمام. چند تا داری؟ اگه بنزین داشتی؟ آره. این مشکل بنزینیه. از اون موقع میگفتیم صدا تو نداریم و طرف یه دونه گفت نه دیگه الان داره عرب داشت خیلی آرومه. الان در حال گاز دادن با ما بین صدای ماشین داره صداش میده خیلیه. بلیت 5 کیلومتر داریم شما. 80 حتی جلو. آه چکار میکنی؟ آسمونا داشته باش. عمرن اگه تکون بخوره یه بر 2 نفر هستش یه رو ازش تکون نمیخوره خیال راحت. یه من مسئله مستقیم آمد. نگاه نکن داشت مشکلی هم ندارم دشواری ندارم یه اونی هر روش رد میشه یکم پشت منه. هر 83 تا کروز هم پشت سرت هم ترمز نزنی.